به نام یکتا قادر مطلق. امروز میخوام در مورد کتاب بازگشت به عشق باهاتون صحبت کنم. این کتاب از اون کتاباست که اگه یه بار با دل بخونیش انگار یه آینه جلو روت میذاره و بهت میگه ببین زندگی اینقدر هم سخت نیست، فقط یادت رفته که کی بودی. این کتاب یه تلنگر اساسی بهت میزنه که خیلی از دردایی که تو زندگی داری به خاطر اینه که از عشق فاصله گرفتی و توی ترس، کینه، نگرانی و دودلی غرق شدی. اما خبر خوب اینه که هر لحظه میتونی برگردی. هر لحظه میتونی به اون آرامش و عشقی که همیشه توی وجودت بوده برگردی. ماریان ویلیامسون نمیاد فقط حرفای قشنگ بزنه، بلکه با مثالهای واقعی و حرفهای عمیقش نشون میده که اگه یک کم زاویه دیدتو تغییر بدی، زندگی هم عوض میشه. انگار یاد میگیری که چطور توی شلوغی دنیا به یه نقطه امن توی دلت برسی و با ایمان و عشق زندگی کنی. اگه حس میکنی زندگی زیادی سخت شده، اگه توی گذشته گیر کردی یا اگه دنبال یه راهی برای داشتن آرامش واقعی هستی، این کتاب رو بخون. شاید همون نوری باشه که لازم داری. خلاصه یه کتاب صوتی بازگشت به عشق. یه روز وسط تموم شلوغیای زندگی یه آدم به اسم ماریان ویلیامسون یه حقیقت عجیب رو کشف کرد. اینکه ما آدم‌ها توی دنیای پر از ترس و استرس گیر افتادیم، در حالی که عشق چیزیه که واقعا نجاتمون میده. همین کنارمونه ولی ما نمیبینیمش. تصور کن یه بچه رو که تازه راه افتادن یاد گرفته. هر بار که میفته قدم بر میداره یا میفته یکی بغلش میکنه، ولی اون هی ادامه میده، جا نمیزنه. چرا؟ چون اون هنوز ترس رو نشناخته، فقط به جلو رفتن فکر میکنه. حالا همین بچه بعد از چند سال تصورش کن پر از ترس شده، از شکست خوردن میترسه، از قضاوت شدن میترسه، از اینکه کافی نباشه میترسه. اینجاست که ماریان میگه ما از عشق دور شدیم و توی دنیای پر از ترس زندگی میکنیم. راز زندگی توی یه جمله اگه بخوام بگم و خلاصش کنم اینه: یا از روی ترس زندگی کن یا از روی عشق زندگی کن. وقتی از عشق زندگی میکنی قوی، مهربونی، آرامش داری، اعتماد به نفس داری. وقتی از ترس زندگی میکنی پر از استرسی، حسودی، مقایسه میکنی، ناامیدی، حس قربانی بودن داری. فرض کن زندگی یه بازیه، 2 تا تیم داره، یکی تیم عشقه، یکی تیم ترس. تیم عشق بازیکنانی مثل اعتماد، مهربونی، آرامش، ایمان، شادی و امید داره. تیم ترس هم بازیکنانی مثل نگرانی، خشم، حسادت، استرس و شک داره. حالا ببین توی روز چقدر از بازیکنای تیم عشق استفاده میکنی و چقدر از تیم ترس. وقتی از کسی بدت میاد توی تیم ترسی، وقتی برای کسی دعا میکنی توی تیم عشقی، وقتی حسادت میکنی توی تیم ترسی، وقتی برای موفقیت کسی خوشحالی توی تیم عشقی. بازگشت به عشق یعنی تو یادت بیاد که تو از جنس عشق آفریده شدی. یعنی یه لحظه وایسی، یه نفس عمیق بکشی و بگی من انتخاب میکنم که از عشق زندگی کنم، نه از روی ترس. یه پسری بود همیشه فکر میکرد کافی نیست. توی جمع ساکت بود، از ابراز خودش میترسید، چون میترسید قضاوت بشه. همیشه حس میکرد دیگران ازش بهترن. ولی یه روز یه جمله شنید که زندگیشو تغییر داد. اون جمله این بود: تو از جنس عشق ساخته شدی، چون خداوند عشق خالصه. چرا فکر میکنی کافی نیستی؟ شروع کرد به تمرین کردن. هر روز صبح جلوی آینه به خودش میگفت من ارزشمندم، من از عشق ساخته شدم، من بهترین نسخه خودمم.
کم کم تغییری رو حس کرد، آرومتر شد، دیگه کمتر خودش رو با بقیه مقایسه میکرد. و جالب اینجا بود که وقتی این حس رو پیدا کرد، آدمهای بیشتری جذبش شدن، دوستای واقعی پیدا کرد و از زندگیش لذت برد. حالا چجوری برگردیم به عشق؟ چجوری برگردیم به عشق؟ ببخش. هر بار که یکی رو میبخشی یه قدم برمیگردی به عشق. قدردان باش. هر روز برای 3 چیز خوبی که داری شکرگزاری کن. از ته قلبت شکرگزاری کن. ذهنیتت رو تغییر بده. بگو زندگی به نفع منه، نه علیه من. عشق رو انتخاب کن. هر موقع تو این شرایط سخت بودی از خودت بپرس اگه از عشق تصمیم بگیرم الان باید چیکار کنم؟ و در پایان باید بگم زندگی یک سفره و تو مسافرشی. ما مسافرای این قطاریم. این قطاری که داره جلو میره. هر روز یه انتخاب داری. توی تاریکی و ترس بمونی یا نور و عشق رو انتخاب کنی. بازگشت بهش یعنی یادت بیاد که همیشه میتونی انتخاب کنی که نور باشی، آرامش باشی و عشق باشی.